السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيوب عليه السلام. أيوب ابن موس ابن رازح ابن عيسو ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام است. يوسف عليه السلام ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام است. چطوری که در قصه یعقوب علیه السلام نقل کرده بودم، یعقوب علیه السلام و عیسو هر دو برادر بودند. از یعقوب علیه السلام یوسف علیه السلام است. از نوادگان برادر یعقوب یعنی عیسو ایوب علیه السلام است. پس ایوب علیه السلام از نسل اسحاق علیه السلام است. ابراهیم علیه السلام دو تا پسر داشت، اسماعیل و اسحاق علیهم السلام. همه پیغمبران به جز رسول الله صلی الله علیه و سلم از نوادگان اسحاق علیه السلام هستند. کسانی که بعد از اسحاق علیه السلام پیغمبر شدند به جز رسول الله صلی الله علیه و سلم همه از نوادگان اسحاق علیه السلام هستند. رسول الله صلی الله علیه و سلم باشد از نوادگان اسماعیل علیه السلام است. یعقوب علیه السلام 12 تا فرزند داشت. آنها را الله متعال در قرآن الاسباط می نامد. اکثر علما می گویند آنها پیغمبر نبودند بلکه از نسل آنها پیغمبران بودند. یوسف علیه السلام پیش از وفاتش وصیت کرده بود که جسد او را وقتی که از مصر هجرت میکنند بنی اسرائیلی ها، جسد او را با خود ببرند و در فلسطین دفن بکنند، به خاک بسپارند. بعد از وفات یوسف علیه السلام و گذشت سالهای زیاد، الله متعال ایوب علیه السلام را پیغمبر فرستاد تا که مردم را راهنمایی کند. ایوب علیه السلام در منطقه حوران که در سوریه است زندگی میکرد. ایوب علیه السلام مردی ثروتمند بود. او را الله متعال نعمتهای زیادی عطا کرده بود. ایوب علیه السلام تاجر بود، تجارت میکرد. اکثر علما میگویند ایوب علیه السلام با دختر یوسف علیه السلام که منشا نام داشت ازدواج کرده بود و 7 تا پسر و 7 تا دختر داشت. بعض علما وصف کردند ایوب علیه السلام را، میگویند مردی عظیم جسم بود، یعنی جسدی بزرگ داشت، با قوت بود، زندگی خوبی میکرد. و بعد از همه این بایگری و نعمتی که الله متعال به او عطا کرده بود، او را امتحان کرد. ثروتش تمام شد. فرزندانش یک تا وفات کردند. یعنی در یک امتحانی بزرگ قرار داشت. الله متعال او را به بیماری گرفتار کرد. ایوب علیه السلام بیمار شد، دیگر از جایش خیستن نمی توانست. بعضی علما میگویند گوشت جسدش نمایان شده بود. مردم ترسیده بودند. دوستان و رفیقانش از نزدش دور رفتند. فقط از نزدیکانش 2 نفر بود که با او از دوری سخن میکردند. همسرش منشا باشد در خدمت ایوب علیه السلام بود و خرید خانه را از مال خود میکرد. با گذشتن زمان مال و ثروت همسرش هم تمام شد. مجبور شد که در نزد مردم کار کند تا اینکه احتیاجات خانه را پوره کند. در همین حالت، در همین سختی 18 سال ایوب علیه السلام صبر کرد، زندگی کرد و به هیچ کس شکایت نمی کرد
حتی به همسرش نمی گفت که من چرا در این حالت هستم، من پیامبر خدا هستم، چرا در این حالت سخت گرفتار شدم. هیچ سخنی نمی کرد، فقط خدا را شکر می کرد. پس همسرش وقتی دید که هیچ سخنی نمی کند، از این حالت شکایت نمی کند، گفت ای پیغمبر خدا دعا کن تا الله متعال ما را از این حالت ناگوار بیرون کند. ایوب علیه السلام هیچ نمی گفت، فقط شکر خدا را می کرد و از این قضا و قدر راضی بود. وقتی همسرش گفت ای پیغمبر خدا فقط از الله دعا کن برای ما، ایوب علیه السلام گفت ما چند سال را در زندگی خوب سپری کردیم؟ همسرش گفت 80 سال زندگی کردیم. ایوب علیه السلام گفت من شرم می‌دارم از الله بپرسم، در حالی که 80 سال را با نعمت زندگی کردم، اکنون 18 سال است که در این حالت گرفتار شدم، دعا کنم؟ من دعا نمی کنم تا که زنده مانم 80 سال دیگر را صبر می کنم. چطوری که 80 سال با نعمت زندگی کردم، 80 سال دیگر را در این حالت صبر می کنم. وقتی این سخنها را همسرش شنید گفت تا کدام زمان صبر می کنیم؟ ایوب علیه السلام غضبناک شد و گفت قسم به خدا اگر شفا داد من را الله متعال 100 تازیانه میزنم تو را، چطور صبر نمی کنی به قضا و قدر الله؟ امتحان تا درجه رسید که همسر ایوب علیه السلام را دیگر مردم به کار نمی گرفتند، می ترسیدند که بیماری را نگذراند با آنها. یعنی فکر میکردند بیماری گذرنده است و از طریق همسرش به مردم میگذرد. هیچ کسی همسر ایوب علیه السلام را به کار نمی گرفت. اکنون همسر ایوب علیه السلام هم بیکار شد و خوراک نداشتند، بسیار گرسنه شدند. روزی همسر ایوب علیه السلام خوراک آورد. ایوب علیه السلام در تعجب بود، از کجا آورده باشد، چطور خوراک رو آورد مادامی که کار نمی کند؟ ایوب علیه السلام پرسید خوراک را چطور خریدی؟ همسرش خاموش بود. چند روز دیگر گذشت، خوراک تمام شد، باز خوراک آورد. ایوب علیه السلام گفت مادامی که تو نزد من هستی خوراک را چطور میخری؟ از کجا آوردی؟ همسرش خاموش ایستاد. وقتی زیاد پرسید همسرش سر خود را نشان داد که مویهای سرش نیست، یعنی مویهای سر خود را فروخته خوراک آورده است. ایوب علیه السلام ندا کرد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. و هنگامی که ایوب پروردگارش را ندا داد رنج و بیماری به من رسیده است و تو مهربان ترین مهربانانی. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. و به یاد بیاور بنده ما ایوب را هنگامی که پروردگارش را ندا داد که همانا شیطان به من رنج و عذابی رسانده است. یعنی هر چیزی هست به شیطان نسبت داد، نه به الله. برای همین است که دعا میکنیم و شر لیس الیک، و هر بدی و هر سختی است از سوی تو نیست. یعنی ایوب علیه السلام نگفت که من را شفا بده، گفت من در این حالت هستم و تو مهربان ترین مهربانانی. الله متعال در حال دعایش را قبول کرد. اركض برجلك هذا مغتسل بارد
وشراب و به او فرمان دادیم پای خود را بر زمین بکوب، بزن، چشمه می جوشد. این چشمه آب خنوکی برای شستشو و آشامیدنی است. علما میگویند وقتی ایوب علیه السلام از آب چشمه نوشید، بیماری که در درون جسمش بود شفا یافت. وقتی در آب غسل کرد، بیماری که بر جسمش بود، یعنی بر پوست جسمش بود، از آن بیماری هم شفا یافت و جوان شد. ایوب علیه السلام برخیست، شفا یافته بود و به حال پیشینه گشته بود. وقتی همسرش به نزد ایوب علیه السلام آمد، یعنی به جایی که استقامت میکردن، زندگی میکردن آمد، او را نیافت. یعنی اون ایوبی که بیمار بود و خواب رفته بود، یعنی از جای خسته نمیتوانست، او را نیافت، بلکه مردی جوانی را دید. از او پرسید ای مرد، آیا تو در اینجا پیغمبر خدا را ندیدی که مریض بود؟ به خدا قسم او وقت صحتمند بود به تو مانند بود. ایوب علیه السلام گفت آیا من را نشناختی؟ همسرش گفت نه، تو کی هستی؟ ایوب علیه السلام گفت من شوهرت هستم ایوب. ابن عباس رضی الله عنه میگوید همسرش را هم الله متعال جوان کرد و ثروت و مالش را برایش برگرداند. امام بخاری رحمه الله و امام احمد روایت کردند، میگویند رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند وقتی ایوب علیه السلام در آب چشمه غسل میکرد، ناگهان از آسمان ملخ بارید. یعنی بر ایوب علیه السلام ملخ بارید، ملخ طلایی. ایوب علیه السلام ملخ‌های طلایی را در لباسهایش پر میکرد. سراسیمه بود، از هر طرف ملخ طلا به زمین میفرامد، سراسیمه آن ملخ‌ها را جمع میکرد، در لباس خود پر میکرد. الله متعال فرمود ای ایوب، آیا پیش از این ما برای تو ثروت نداده ایم؟ ایوب علیه السلام گفت آره پروردگارم عطا کرده ای، اما این از جانب تو برکت است برایم، برای همین جمع میکنم. و همین طور ایوب علیه السلام را الله متعال بعد از سختی های زیادی که در امتحان قرار داشت، بار دیگر صحت و سلامتی و ثروت و فرزند و همسر را برایش برگرداند. و ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى للعابدين وإسماعيل. پس ما دعای او را اجابت کردیم و رنج و ناراحتی که داشت برطرف ساختیم و خانواده‌اش را نیز همانندشان را با آنها به او بازگرداندیم. یعنی پیش از امتحان ایوب علیه السلام 7 تا پسر و 7 تا دختر داشت که همگی 14 تا فرزند داشت. بعد از امتحان 26 تا فرزند داشت، تا رحمتی از جانب پروردگار، از جانب الله متعال و پند برای عبادت کنندگان باشد. وقتی ایوب علیه السلام شفا یافت، اکنون میخواست قسم خود را بجا بیارد. ایوب علیه السلام قسم یاد کرده بود که وقتی شفا مییابد همسرش را 100 تا تازیانه میزند. برای همین الله متعال میفرماید به او فرمان دادیم دسته از شاخه های باریک را بگیر، پس با آنها همسرت را بزن و سوگند خود را مشکن، بیگمان ما او را صبر کننده یافتیم. چی بنده خوبی که بسیار برگشت کننده بود.